سلام مریم، صبح بخیر. چرا قیافت اینجوریه؟ مگه دیشب نخوابیدی؟ چرا بابا خوابیدم. اما به نظر من سخت‌ترین کار دنیا اینه که مجبور باشی صبح زود از خواب بیدار شی. آخ گفتی. من که واقعا صبح پدرم در میاد تا از رخت خواب بیام بیرون. اوضاع من از تو بدتره. صبح وقتی ساعتم زنگ میزنه انگار آوار رو سرم خراب میشه. دلم میخواد ساعت رو از پنجره پرت کنم بیرون و به همه دنیا بگم دست از سر کچلم بردارین، میخوام بخوابم. من که هیچ وقت نمیتونم بلافاصله بعد از این که ساعت زنگ میزنه از رخت خواب بیام بیرون. منم همینطور. از لحظه‌ای که ساعت زنگ میزنه 10-15 دقیقه طول میکشه تا بتونم خودم رو از رخت خواب بکشم بیرون. بعد همینجوری کشون کشون خودم رو میرسونم به دستشویی تا بلکه آب سرد خواب و از سرم بپرونه. بعدشم میام و قبل از هر کاری یه قهوه غلیظ درست میکنم تا از شر خمیازهای اول صبح خلاص بشم. آره واقعا سخته، خصوصا زمستونا که هوا سرده. اما به هر درد سری شده باید بیدار شیم و از خونه بزنیم بیرون. هیچ چاره ای نیست. امیدواریم شما از اون دسته آدمایی نباشین که بیرون اومدن از رخت خواب براشون سخت‌ترین کار دنیاست. و در پایان امیدواریم که از شنیدن پادکست امروز ما لذت برده و از اون استفاده کرده باشین. برای شنیدن پادکست های قبلی ما میتونین به آدرس farsi-amiane.com مراجعه کنین. تا پادکست بعدی فارسی آمیانه، شاد باشین.